بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت. امروز با حکایت 29 از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی، بابی در سیرت پادشاهان، با یک حکایت پندآموز مهمان شما هستیم. سعدی می‌فرماید: یکی از وزرا پیش ذوالنون مصری آمد و همت خواست. یکی از وزیران پیش ذوالنون مصری، عارفی قرن سوم هجری که یک انسان بسیار بزرگ و یک خداشناس بسیار خوب بود، آمد و همت خواست. همت دو معنا دارد. یک معنای تلاش است، همت کن یعنی تلاش کن. یک جا به معنای همت خواستن یعنی در حق من دعا کن. وزیر گفت که ای ذوالنون مصری، ای عارف بزرگ، در حق من دعا کن که روز و شب به خدمت سلطان مشغولم و به خیرش امیدوارم و از عقوبتش میترسم. گفت که روز و شب به پادشاه خدمت میکنم، به خیر پادشاه امیدوارم، از عقوبت پادشاه و از خشم پادشاه میترسم. ذوالنون مصری بگریست و گفت، گریه کرد و گفت: اگر من خدای را چنان پرستیدمی که تو سلطان را، از جمله صدیقان بودم. گفت اگر من خدا را این گونه که تو پادشاه را میپرستی و از او اطاعت میکنی اطاعت میکردم، اکنون از جمله صدیقان بودم. صدیق یک مرتبه از بهشت است که خداوند متعال در سوره مبارکه نساء آیه 69 میفرماید: اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. صدیقان مانند پیامبران، مانند شهیدان، کسانی هستند که رفیق و همنشین خداوند هستند. خداوند نعمتهای ویژه به آنها میدهد. میگوید اگر تو این گونه که پادشاه را عبادت میکنی، من نیز خدا را میپرستیدم، اکنون از جمله صدیقان بودم. گر نبودی امید راحت و رنج، پای درویش بر فلک بودی. ور وزیر از خدا بترسیدی، همچنان که از ملک بودی. آنچنان که وزیر تو از خدای میترسیدی، آنگونه که از پادشاه میترسی، اکنون ملک بودی. ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی فرشته. جمع ملک می شود ملوک که یعنی پادشاهان، و جمع ملک که فرشته است جمعش می شود ملائکه یعنی فرشتگان. اگر ملک را که این گونه عبادت میکنی خدا را هم این گونه عبادت میکردی، از جمله ملائکه بودی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.